صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه از صدای انجیل. تمام مردم دنیا کوشش و سعی خود را برای به دست آوردن صلح و آرامش به کار برده و میبرند. ولی همونطور که خود ملاحظه میکنید، برخلاف انتظار دنیا به سوی صلح پیش نمیره. شاید در یک جا جنگ و ستیز متوقف بشه، اما در جای دیگر شعله‌های آتش مشتعل تر میشن و صلح و آرامش آدمی را برهم میزند. صلح حقیقی نه توسط سازمان ملل میسر است و نه به وسیله حکومت‌ها و دولت‌های جهان. زیرا اگرچه ممکن است در کشوری توسط این مؤسسات آرامش و نظم کامل به وجود بیاد و آرامی برقرار بشه و مردم در امنیت زندگی کنند، ولی این صلح‌های ظاهری هستند و هرگز اضطراب بشر را از بین نخواهند برد. البته امنیت و صلحی که حکومت یا دولتی به وجود می آورد بدون شک از اضطراب و تشویش آدمی می کاهد. اما با وجود این، تا آدمی از آرامش قلبی و فکری و یا آرامی درون بهره مند نباشد، هرگز روی صلح واقعی را نخواهد دید و صلح به وجود نمی آید. شاید در اینجا گفته شود که صلح و آرامی درونی بشر رابطه مستقیمی با امور ظاهر دارد. مثلا اگر صلح و امنیت و فرمانروایی در جایی باشه و آرامش کامل باشه، آن وقت اضطراب و تشویش نیز از بین بره. ولی دوستان عزیز، واقعیت اینطور نیست. محققان دریافتند اشخاصی که در ناز و نعمت زندگی می کنند و آرامی و امنیت و صلح در اطرافشونه و نیازهای دنیوی آنها نیز برطرف شدند و صاحب جاه و مقام شدند، بیشتر از انسان‌هایی که فقیر و محتاج میباشند اضطراب روحی و نگرانی رو دارند. و این اضطراب‌ها همانند سیمی است که فکر و روان و روح آنان را منبعث ساخته و در نتیجه زندگیشون رو بی معنی و بیهوده کرده است. در فصل 14 از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول، عیسی مسیح متوجه نگرانی و اضطراب شاگردان خود میشه. زیرا به آنها گفته بود که میخواهد از نزد آنها برود و آنان در آن موقع نمیتوانند به دنبال او بیایند. شاگردان از مولا و نجات دهنده خود میشنوند که آنها را ترک میکنه. رفتن مسیح اضطراب و نگرانی زیادی برای شاگردان تولید نمود. خود را یتیم احساس میکردند. مسیح تکیه‌گاه آنها بود. مسیح راهنما و قدرت و امیدشان بود. مسیح همه چیز آنها بود و آنها 3 سال تمام با او بودند. حالا براشون مشکل بود که حرف مولایشان رو بپذیرن که به آنها میگوید به زودی از نزد آنها میره و آنها نمیتوانند
در آن موقع به دنبال او بیایند. قلب شاگردان از جدایی و عدم اطمینان و عدم اعتماد از ترس و لرز سخت متلائم گردد. آنها احساس تنهایی کردند و در نتیجه مضطرب شدند، زیرا برای آینده خود بسیار نگران بودند. بدون مسیح آینده‌ای نداشتند و چه بسا در افکار خود خیال‌های مختلفی را می‌پرورانیدند و در واقع بدین وسیله تشویش را بر خود بیشتر می‌کردند. سکوت غم‌آلودی حکم فرما شده بود. روح آنان آزرده شده بود و دلشون پریشان و مضطرب. آنگاه عیسی رو به آنها می‌کند و با جملات تسلی بخش و با محبت کامل خود به تسلی و دلداری آنها می‌پردازد و همانند مادری که کودک دلشکسته خود را نوازش می‌کنه، آنها را تسلی میده و پیام صلح و سلامتی را نیز به آنها می‌دهد. فصلی که در برابر ما قرار دارد تسلی بخش ترین کلامی است که در طول تاریخ بشریت به گوش مردم منت زده و غم دیده رسیده است. این گفتار آرام بخش مسیح نه تنها امید نوینی به شاگردان عیسی مسیح بخشید، بلکه امروز نیز نور امید و مرهمی است برای قلب‌های همه انسان‌های شکست دل و برای همه ایماندارانی که به او ایمان کامل دارند. در حالی که قلب و فکرشان از اضطراب پر بود و همانند دریایی که از طوفان‌های سنگین در غرش بود، مسیح با این جملات که دل شما مضطرب نشود شاگردان خود را آرامی قلب عطا می‌کند. همچنین در این فصل ما به مطالب بسیار عمیقی درباره خدا یکتا و مسیح مقدس و ایمانداران روبرو می‌شویم که دعا می‌کنم با کمک خدا چشمان ما باز بشه تا قادر به دیدن حقایق الهی بشویم. از شما دعوت می‌کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 14 از انجیل یوحنا بگشایید تا از آیه اول گفتار تسلی بخش و حیات دهنده مسیح زنده را با یکدیگر مطالعه کنیم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. در این فصل گذشته از تسلی بخشترین جملات در تاریخ عالم، عیسی مسیح لااقل دو موضوع مهم دیگر نیز برای ما بازگو میکنه و آن اعطای روح القدس الهی بر مردم و ظهور دجال یا واقعیت آن رئیس این جهان یا اهریمن است که اجازه میخوام 11 آیه اول را ابتدا براتون قرائت کنم و بعد معنی آیات را تقدیم حضورتون کنم. عیسی مسیح اینطور میفرماید: دل شما مضطرب نشود. دل شما مضطرب نشود. به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است. و الا به شما میگفتم میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم باز میآیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من میباشم شما نیز باشید و جایی که من میروم میدانید و راه را میدانید. توما بدو گفت: ای آقا، نمیدانیم کجا میروی، پس چگونه راه را توانیم دانست؟ عیسی بدو گفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید و بعد از این او را میشناسید و او را دیده اید. فیلیپس به وی گفت: ای آقا، پدر را به ما نشان بده که ما را کافی است. عیسی بدو گفت: ای فیلیپس، در این مدت با شما بودم و مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشانده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم، لکن پدری که در من ساکن است او این اعمال را میکند. مرا تصدیق کن که من در پدر هستم و پدر در من است، و الا مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید. 11 آیه اول فصل 14 از انجیل یوحنا را شنیدید. حالا به یکایک آیات توجه میکنیم.
در آیه اول مسیح ما را دعوت به ترک اضطراب و تشویش می کند. او نه فقط ما را دعوت می کنه بلکه راه رها شدن را نیز بیان می دارد. و دوستان عزیز، این بسیار بسیار مهمه. مسیح نه فقط درد رو نشون میده بلکه درمان را هم به ما نشان می دهد. مسیح می فرماید دل شما مضطرب نشود. این امر اوست و این گرفتاری یا مرضی است که همه ما در آن اسیر شده ایم. و بعد راه رهایش را در ایمان آوردن می‌داند و می‌فرماید برای اینکه از اضطراب و تشویش درون آزاد بشید باید به خدا ایمان بیاورید و به من نیز ایمان بیاورید. به عبارت دیگر علاج ترس که نتیجه آن اضطراب و تشویش است همانا ایمان آوردن میباشد و بس. همان گونه که عیسی هنگامی که دختر یایروس را که تازه وفات یافته بود به پدرش گفت ترسان مباش بلکه ایمان آور و او را زنده کرد، به همان نحو نیز امروز مسیح به من و شما امر میکنه که تشویش و اضطراب را از خود دور کنیم، ترس را از خود دور کنیم و با ایمان آوردن به او در آرامی و صلح حقیقی زندگی کنیم. بدون شک همه شما دوستان عزیزی که این حقیقت را یافته اید و در مسیح زندگی میکنید متوجه شده اید که من و شما به تنهایی نمیتوانیم بار رنج‌ها و مشقت‌های این دنیا را تحمل کنیم و اگر به خدا پناه نبریم بارهای سنگین این زندگی ما را کمرشکن ساخته و ما را مغلوب خواهند کرد. اما با داشتن ایمان به خدای زنده و به او پناه بردن آن وقت قادر خواهیم بود که مشکلات را تحمل کنیم، زیرا در آن لحظه هیچ اندوه و غصه‌ای برای ما بزرگ و هیچ باری برای ما سنگین و کمرشکن نخواهد بود، به شرطی که اعتماد کامل به خداوند یکتا داشته باشیم. مسیح می‌فرماید اضطراب را به وسیله ایمان آوردن به خدا و به من از خودتون دور کنید و یا جای اضطراب و تشویش را با ایمان به خدا و من عوض کنید. حالا شاید سوال بشه که ایمان یعنی چه؟ مقصود مسیح در اینجا چیه؟ خیلی ساده دوستان، ایمان به معنی اعتماد کردن و توکل نمودن است. ایمان یک اعتقاد مرده نیست بلکه یک اعتقاد زنده و متحرک است. یعنی وقتی ایمان آوردیم بایستی مطابق آن رفتار کنیم. خیلی از مردم به خدا ایمان دارن اما چون مطابق ایمان زندگی نمی کنن ایمان آنها ایمان مرده محسوب میشه و در نتیجه از خداوند و از فیض و برکات الهی محروم میشن. اگر شما مثلا ایمان دارید که ماشینتون قادره شما را از محلی به محل دیگر برسونه، آیا پیاده میرید؟ مسلماً از ماشین خودتون استفاده میکنید تا شما را به مقصد برسونه. چرا؟ چون شما ایمان دارید که مثلا این ماشین تو رو به مقصد میرسونه، برای همینه سوارش میشید. ولی اگر سوار نشید آن ایمان و آن ماشین هر دو بیهوده هستند. ولی اگر ایمان خود را عملاً با سوار شدن و راندن ماشین نشون میدهید مسلماً به مقصد خودتون خواهید رسید. حالا خیلی ها هستن که ایمانشون به خدا مثل اینه که قبول دارن خدا هست یا ایمان دارن که ماشین آنها رو به مقصد میرسونه، ایمان دارن که خدا مهربونه و حاضر آنها رو کمک کنه، اما میترسن سوار ماشین بشن. یعنی حاضر نیستن با ایمان سوار ماشین بشن. و دوستان عزیز، اگر ما که ایمان داریم حاضر نباشیم خود را تسلیم خدا کنیم و هرچی خدا میگوید را انجام ندهیم، بدانید که همیشه در اضطراب باقی میمانیم، زیرا صاحب یک ایمانی هستیم که مرده است. ممکنه ایمان داشته باشیم ولی در اضطراب باشیم. چرا؟ چون ایمان ما اون وقت ایمان مرده است. و ما نباید ایراد را از خدا و مردم بگیریم بلکه باید عیب کار را در خودمون بیابیم. و اما معنی آیه 2. ببینید دوستان، اگرچه عیسی قبلا عبادتگاه یا اورشلیم را خانه پدرم خوانده بود، ولی در اینجا مقصود او از در خانه پدر من که منزل بسیار است اشاره به عبادتگاه اورشلیم نمی‌کنه، بلکه اشاره به فضای لایتناهی میکنه و نه عبادتگاه ساخته شده به دستهای بشر. چرا؟ چون خدا نه تنها در اورشلیم بلکه در هر جا و هر مکان سکونت دارد. در این جهان ما که شاید از کوچکترین سیارات شیری باشد نباید تصور کنیم که خداوند فقط مختص به این کهکشان هاست. دانشمندان متوجه شدند که نزدیکترین سیارات شیری به ما بیش از 200 میلیون سال نوری فاصله داره و پس از آن نیز فضای لایتناهی وجود داره که بشر هنوز هرگز به عمق و انتهای آن پی نبرده و نخواهد برد.
من و شما نباید تصور کنیم که جز جاهایی که با چشمان خود می‌بینیم جا و مکان دیگری وجود دارد. چرا؟ زیرا همان گونه که خدا این جهان زیبا را برای مسکن موقتی ما آماده ساخته، قبول کنیم که به همان نحو برای خانه جاودانی و ابدی ما نیز دنیای دیگری نیز آماده کرده است. همچنین در اینجا پاسخ عیسی به پتروس را که در فصل 13 از او پرسیده بود که استاد به کجا می روی جواب داده می شود. به عبارت دیگر در مسیح می گوید که او به خانه دیگر پدر آسمانی خود می رود. ای عزیزان، باید در نظر داشت که وقتی عیسی مانند یک انسان وارد این جهان گردید، این آغاز وجودش نبود، بلکه او از آسمان آمد به این جهان و اکنون در صدد بازگشت به مکانی است که از آنجا آمده بود. به عبارت دیگر مسیح به منزل خود برمیگردد. در اینجا معلوم است که مسیح از مرگ ترسی نداره، بلکه آن را دری میدانه که به خانه دیگری گشوده می شود که در آنجا پدر آسمانی، پدر سماوی در نور جاودانی سکونت دارد. در آیه 3 و 4 این احتمال دارد که شاگردان هنوز از اینکه مسیح آنها را ترک میکنه بیم و هراس داشتند و ترس از اینکه مبادا آنها نیز از ورود به ملکوت خدا محروم بشن. مسیح به آنها اطمینان خاطر میبخشد که خود او خواهد آمد و آنان را باز خواهد، که البته اشاره به ظهور ثانوی اوست. میفرماید من شما را به سوی آن مکان رهبری و هدایت میکنم. و میتوان گفت که او به استقبال روح ایمانداران میرود تا در روزی که او برگردد و همه ایمانداران دوباره زنده شوند، آن وقت ما نیز به استقبال او رفته و با او تا ابدالآباد زندگی کنیم. تعلیمات مسیح در اینجا دوستان عزیز در مورد ترک کردن شاگردان و رفتن به حضور خدا یا پدر آسمانی سبب اعتراضی که از شاگردان یعنی توما میشه که از آیه 5 به آن اشاره شده است. توما میفرماید که ای آقا، ما نمیدانیم کجا میروی، چطور ما راه رو پیدا میکنیم؟ یا چگونه راه را میتوانیم دانست؟ البته بدون شک بایستی گفت این سوال او بسیار صادقانه بود، ولی جنبه مادی داشت، یعنی به جنبه روحانی کلمات مسیح توما توجه خاص نکرد. و این مشکلی است که غالب اوقات ما نیز مرتکب می‌شویم، یعنی می‌خوایم امور روحانی را با دید جسمانی بنگریم و سعی می‌کنیم عالم معنویت را با دیدگاه دنیوی بفهمیم، در حالی که باید امور روحانی را با دید و بصیرت روحانی نگاه کرد و فهمید. توما کلام عیسی مسیح را درباره خانه پدر من درک نکرده بود. البته دلیلش هم این بود که جهان معنوی برای او و خیلی‌ها مبهم و بسیار دور است. ما انسان را میشناسیم، انسانها را با چشمان خود میبینیم، با آنها زندگی میکنیم، معاشرت میکنیم، ولی خدا را نمیشناسیم. ما آرزو داریم مسائل راجع به دنیاهای روحانی را با همان وضوح و قاطعیتی که مسائل جسمانی دارند درک کنیم و بفهمیم، در حالی که دوستان من این طرز فکر درست نمیباشه. امور روح را بایستی توسط روح درک کرد. جواب عیسی مسیح به توما حقایق را درباره مقصود مسیح از خانه پدر من روشن‌تر میکنه. مسیح میفرماید ای توما، من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر یا خدا جز به وسیله من نمیتواند بیاد. مسیح خود را واسطه‌ای بین انسان و خدا معرفی میکنه. دوستان، او همانند پیامبران دیگر نیامده بود که فقط راه را به بنی نوع بشر نشان بده. او فقط برای نیامده بود تا راجع به خدا به ما چیزی بگه، امر به معروف و نهی از منکر به ما بدهد، بلکه او خودش، دقت کنید، او خودش راه حقیقی به سوی خدا بود. نمیگوید این راه، اون راه حقه، میگوید من راه و راستی و حیات هستم. و مسلماً او بدین وسیله خودش رو با دیگر پیامبران متمایز میکنه. او خود راه خدا بود و انسان فقط در وی میتواند خدا را یا پدر آسمانی را بشناسه. در واقع در این آیه عیسی مسیح از مکاشفه خدا به بشر از طریق خودش سخن میرانه که در آیات بعدی ما بیشتر با این مکاشفه روبرو میشویم. ولی در اینجا لازم است که یادآوری کنم برخی مردم تعلیم میدن و یا خیال میکنن که خدا راههای مختلفی را برای رسیدن به خودش عطا کرده و چون آدمها و ملتها با هم فرق دارن، در نتیجه خدا راههای مختلفی رو داده. ولی دوستان عزیز، مطابق کلام خدا اینطور نیست.
عیسی مسیح نمیگوید که من یکی از راههایی هستم که به سوی خدا میرود، بلکه میگوید من راه هستم یا من تنها راه به سوی خدا یکتا هستم و همان گونه که خدا یکیه، راه نجات او نیز یکیه و اون راه عبارت است از عیسی مسیح. حالا ثبوت این ادعا، یعنی به اثبات رساندن این مدعا، در این قسمت آیه است که خود مسیح میگوید هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. بنابراین دوستان عزیز، در اینجا ملاحظه می‌کنیم که مسیح تنها راه است، زیرا او نه پیامبر خدا بلکه نجات دهنده بشره و کلمت الله است و مکاشفه خدا، فرزند قدوس خدا یکتاست. او مظهر خدای تعالی است و برای همین است که او قادر اضطراب و تشویش و ترس و غم و رنج و گناهان را از ما دور کنه و ما را از این جهان فانی و پر از گناه رهانیده به سوی حیات جاودان و مقدس و دنیای شادمانی و نور و قدوسیت، یعنی جایی که خدا زیست می کند، ببرد. و ای عزیزان، شما نیز می توانید با ایمان آوردن بر او داخل این راه ابدی بشوید و از اضطراب و تشویش آزاد شوید، زیرا او بار غم‌های ما را بر خود می‌گیرد. عیسی مسیح نه فقط راه است، نه فقط واسطه است، نه فقط منجی است، بلکه حقیقت هم هست. خود او حقیقت محضه و مردمی که جویای حقیقت میباشند میتوانند به وسیله ایمان آوردن به او به آرزوی باطنی و قلبی خود برسند. دوستان عزیز، در جهان ما اشباح زیادی از حقیقت میتوان پیدا کرد. یعنی چیزهایی هستند که فقط ذره‌ای از حقیقت در خود دارند، سایه‌ای از حقیقت در خودشون دارند و هنگامی که میخوایم اونو تحقیق کنیم و یا در صدد این هستیم که تمام این تعلیمات آنها را موشکافی کنیم، آنها خودشون را از ما مخفی میکنن. به عبارت دیگر، ما قادر نیستیم خود را به آنها برسیم. علما و فلاسفه و بزرگان دین همه همت و کوشش خود را به کار میبرند تا به کشف حقیقت برسند، ولی با تمام اینها فقط به معیار بسیار کوچکی به منظور خود دست یافتند. چرا؟ چون هر پرده‌ای که از روی یکی از این حقایق برداشته میشه، در ماورای آن با معمای دیگر روبرو میشوند که فهم آن از حد ادراک نوع بشر خارجه. چرا؟ چون حقیقت اقیانوسی است وسیع و پهناور و انسان تاکنون همینقدر موفق شده است که قطره‌ای چند از آن را در مشت بگیرد. برای همینه که وقتی در مذاهب دیگر به سوالاتی که برمیخوره که نمیتونن جواب بدن، میگن که این از فکر بشر خارجه و جز اسرار الهی است. ولی دوست من، حقیقت بایستی کشف شده باشه. خدا ما را در ابهام و سایه قرار نداد، بلکه خود حقیقت را به ما عطا کرده. حقیقت در عیسی مسیح تجسم یافته است و معمای حیات ابدی در وی حل و مکشوف شده، زیرا مسیح به ما خدا را شناسانیده و خدا حقیقت محضه و به ما میگوید که خدا کیست و انسان کیه. مسیح معنی و منظور حیات و خلقت را برای ما بازگو میکنه. او نه شبح حقیقت بلکه خود حقیقت را مکشوف فرموده است، زیرا که وی راه راستی می باشد و هر آن که در این راه روان گردد حقیقت را خواهد یافت. برای همین است که می‌فرماید اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید. این چیز خیلی مهمی است دوستان عزیز. اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید و میتونید به ماهیت خدا پی ببرید، به همان گونه که خورشید حقیقی و پدر آسمانی را نیز در عیسی مسیح یعنی نور خدا میتوان شناخت. فیلیپوس که اشتیاق دیدار پدر آسمانی را داشت، از مسیح سوال میکند که ای مسیح پدر را به ما نشان بده که کافی است. این اشتیاق فیلیپوس بود که خدا را به همان روشنی و واضحی که مسیح میبیند بشناسد و ببیند. مسیح وقتی گفت اگر مرا میشناختید پدر را میشناختید، منظورش چی بود؟ منظورش این بود که همان گونه که خورشید را فقط به وسیله شعاعی که از آن میدرخشد میتوانید بشناسید و به ماهیت آن پی ببرید، به همان گونه خورشید حقیقی یا خدا یکتا را نیز توسط نور خدا که بر ما از طریق مسیح تابان شده است میتوانیم بشناسیم. برای همین فیلیپوس وقتی میبینی که مسیح مظهر خداست میگه ای مسیح من میخوام اون رابطه ای رو که تو با خدا داری داشته باشم. من میخوام اینقدر خدا را بشناسم که تو میشناسی. که البته این آرزوی همه تشنگان و حقجویان بوده و بایدم باشه. حتی حضرت موسی نیز این استدعا را از خدا کرد و خدا در پاسخش اینطور فرمود که روی مرا نمیتوانی دید، زیرا انسان نمیتواند
روی مرا ببیند و زنده بماند. به عبارت دیگر دوستان عزیز، خدا برخلاف عقیده بسیار دیدنی نیست و ما تعلیم نمیدهیم که خدا دیدنی است. مسیح در اینجا نمیگوید خدا دیدنی است. بشر نمیتواند خدا را ببیند، ولی خدا میتواند خود را به بشر بشناسد. یعنی تنها راه شناخت خدا خود کشفی خدا یکتاست و کلام خداوند میگه که خداوند این کار را در عیسی مسیح کرده. یعنی خدا خودش رو در مسیح بر ما مکشوف ساخته. توسط مسیح میدونیم که خدا عادله. توسط مسیح میدونیم که خدا محبته. توسط مسیح میدونیم که خدا همانند پدر روحانی است که به ما انسان‌ها که خلق کرده دوست داره و مهر می‌ورزه. تا آن موقع هیچ کس نمیدانست که خداوند اینقدر بشر را دوست داره. البته همه میگفتن خداوند بخشنده و رحمان و رحیمه، ولی محبتش ثابت نشده. به اون صورت که ما را دوست داشته باشه و در آغوش خود بگیره و بگه که ای بنده من، ای مخلوق من، با اینکه تو را از خاک آفریدم ولی تو را بی اندازه دوست دارم و میخوام که تو با من باشی. برای همینی که روح خود را بر تو دمیدم تا حیات داشته باشی. دوست من، خدا خودش رو در عیسی مسیح به من و شما خود کشفی کرده. خدایی که اون بالا هاست، خدایی که در عرش اعلاست، خدایی که در کهکشان هاست، خدایی که عظیم و قادر مطلق و خارج از فهم ماست، خودش اراده فرمود از روی محبتش، از روی فیضش، از روی کرمش که در عیسی مسیح با من و شما صحبت کنه. او در مسیح خود را شناسانیده. برای اینه که مسیح میگوید اگر میخواید خدا را بشناسید مرا بشناسید، زیرا که من صفات و سیرت و ذات حق را بر شما آشکار کردم. خدای مهربان چون میدانست که بشر علاوه بر دیدن او به چشم باطن آرزو دارد با چشم ظاهر نیز او را ببیند، لحاظا خود را در جسم مکشوف ساخت، جسم مسیح، تا اینکه تمام آرزومندان دیدار وی او را به وسیله چشم باطنی مشاهده کنند. بله دوستان عزیز، اگرچه ما نمیتوانیم با چشمان جسمانیمون خدا را ببینیم، اما قادریم به وسیله شخصیت و ذات مسیح خدای یکتا را به وسیله چشمان باطنی خود مشاهده کنیم. منظور مسیح همین است که در سیرت و صفات و شخصیت او آدمی قادر است خدا را بشناسد. دعا می کنم که امروز شما خدای یکتا را در مسیح بشناسید، زیرا مسیح صورت خدای نادیده است. اگر می خواهید این حقیقت را بپذیرید دوستان من، باید اول تعصب را از خود دور کنید و با قلبی تشنه به خدا بیایید زندگی و تعلیمات مسیح را مطالعه کنید تا به این حقیقت برسید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.